بینندگان همیشه همراه شبکه خبر، سلام، وقتتون بخیر. لینستی گراهام، سناتور ضد ایرانی، به درک واصل شد. سناتور گراهام یکی از سرسخت‌ترین چهره‌های ضد ایرانی در کنگره آمریکا بود و بارها از حملات ترامپ علیه ایران حمایت کرده بود. دفتر لینستی گراهام در توصیف علت مرگ این سناتور آمریکایی از عبارت بیماری ناگهانی استفاده کرد. تحریک به حمله به ایران، خوشحالی از کشتار مردم ایران و حمایت از رژیم کودککش صهیونیستی از سوابق این سناتور آمریکایی است. بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی، در واکنش به مرگ گراهام گفته امروز اسرائیل یکی از بزرگترین دوستان خود را از دست داده. این خبر اونقدر خبر خوبیه که دوست دارم یک بار دیگه براتون بخونم. لینستی گراهام، سناتور ضد ایرانی، به درک واصل شد. سناتور گراهام یکی از سرسخت‌ترین چهره‌های ضد ایرانی در کنگره آمریکا بود و بارها از حملات ترامپ علیه ایران حمایت کرده بود. دفتر لینستی گراهام در توصیف علت مرگ این سناتور آمریکایی از عبارت بیماری ناگهانی استفاده کرده. تحریک به حمله ایران، خوشحالی از کشتار